جریمه برای حجاب 3,500 سومونی باشه یا که دلار. شاید گوش کنید. 3,500 سومونی اگر باشه من ناراضی هستم. برای که کم است 3,500 سومونی جریمه. اگر دلار باشه من دستگیری میکنم. اگر دلار باشه من دستگیری میکنم. ضرور فهمونیم اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بی‌سوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. اپا اینا ما صورت میگیریم تا بگیم یک قفانت 3,500 پول اینجا میوی اینجا گوش نمیکنه زارون داشت میکنه گردن دادم اینجا بیو تا تسوی تا برادی بود آخی مو ملیسا سواد ما رو تا تا دادم توجی کنه نمیشه دیگه فقط توجی کی اینا هم میشه مقدم شه هم کپا گوش کن بگی اربع سنين ما زلت جريمه سنين و تاگانگیش کلمه خب بکشوی و تاگیش مولي كاونتا مولي كاونا به باید چی بفهمون به من ایا دختره اپای نسیما برای چی باید خپه چونده اوهای گوش کن برا کرتا زکاس بده توی نمیشه تا مختم ایرا نمیکنه ایرا ایتو کنیره در خال میفروشن بی بگی دستاتا بچه ها دیدستن یا چی بزنشن؟ خوب کنستن فقط که من آرام گفت زدستن خوب کنستن لخوی همیجا های نماری همیجا های چکو کنم؟ سینی سالی من دایی چی دیگه نمونده سینی سالی که دمه بازی رو ما بیار نشانه بکن چه خیلی میبندن چه خیلی میبندن همه خیلی بستگی های چکو کنم؟ والله او چچی تری میکرد رو ما ما اوچه من ندیدم هیچ کسی ندیدم من ندیدم اوچه من ندیدم من دیدم در این سال آرام در نمیزنی بستر سرمایی پیمارم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران مسلمانم بارك الله فيكم امروز بنده بإذن الله سبحانه وتعالى در موضوع حجاب و حکم الله بودن ستر و حجاب و این دین بودن ستر و حجاب و کافر و مشرک و مرتد بودن انکار کنندگان حجاب صحبت خواهم کرد. پیش از همه ما به شما میگوییم که البته این سرزمینی که امروز به نام تاجیکستان است همه دعوا میکنند که اینها مسلمان هستند. همه به معنای اکثریت من باب مبالغه و خودی این حکومت کفری و دیکتاتوری امروزه هم دعوا میکند که 95%، 99% در بعضی گپ ها، 94%، یعنی از 93% بالا ساکنان این سرزمین مسلمان هستند. اگر 10 میلیون این کشور اگر 10 میلیون انسان داشته باشد، ساکن داشته باشد، از این 10 میلیون 9 میلیون یا 9.5 میلیونش مسلمان است. 9.5 میلیونی تاجیکان مسلمان است و خود را مسلمان میگوید، دعوای مسلمانی دارد. یعنی مسلمانی چیست؟ یعنی دعوا دارد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگد و دین الله را قبول کردم میگد، احکام الله را قبول کردم، جنت و دوزخ را باور کردم و تصدیق کردم و ایمان آوردم میگد. انا همین
95% یا 96% مسلمان ها که در تاجیکستان زندگی میکنند، یعنی 9.5 میلیون تاجیکایی که در این سرزمین هستند، اکثریت و همه رو مسلمان ها در بر میگیرند. انا همه اینها اعتقاد دارند که بارک الله فیکم، انا همین حجاب یک حکم الله است. حجاب سطر به عباره تاجیکی بگویم رومال پوشیدنه که انا همون زیبایی های انسان را، زن را محکم بکند، گردنش را و گوش و این چنین چهره و دست و پایهایش را محکم بکند. این سطر یک حکم الله است، یک امر الله است که در قرآن الله کرده و یک امر رسول الله است. این وحی است، این امر کرده الله از جانب الله، از بالای آسمان ها، از بالای عرش است. از بالای عرش الله سبحانه و تعالی همچنین امر کرده. از بالای عرش، از بالای 7 آسمان، از بالای 7 آسمان الله سبحانه و تعالی تعلیم داده است، امر کرده است و بیان کرده است که برای زنهای پاک دامن و مسلمه چی زیباتر است و چی افضلتر است. و الله افضلترین را، بهترین را، خوبترین را، پاکترین را، عفیفترین را برای همین زنهای مسلمه مؤمنه انتخاب کرده. نه فقط برای زنهای مؤمنه مسلمه، به همه زنها که پاک دامنی را میخواهند، نجات را میخواهند، همین نمودی لباس برای اونها انتخاب شده است. این لباس لباس عفت است، لباس پاک دامنی است، لباس حفظ است، لباس آبروی شوهر، حفظ شوهر، احترام شوهر است. این لباس پیش از همه اطاعت کردن الله است. این لباس که زنها حجاب میپوشند اطاعت نمودن از امر الله است، بجا آوردن طلبات و مقتضای لا اله الا الله است و بجا آوردن طلبات محمد رسول الله است. این لباس لباس مسلمات، موحدات، یکتا پرستان است. این لباس است که با همین لباس زن به الله ندا میکند و میگوید که سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم احکام تو را، ما شنیدیم امر تو را، ما شنیدیم این دین تو را که از بالای 7 آسمان، از بالای عرش به ما نازل کردی و اطاعت نمودیم. همین لباس است. این چی است؟ حجاب است. اما مسئله اینجاست که آیا همین حجابی که الله فرض کرده که بعد از کمی دلیل ها را میگوییم، آیا همین حجاب فقط مال عرب هاست؟ فقط لباس عرب هاست؟ غیر از عرب ها دیگر برایشان این لباس حجاب فرض نشده؟ غیر از عرب ها این لباس را، یعنی حجاب را، دیگرها نمیپوشند؟ چگونه که مرتدین، چگونه که مشرکین، چگونه که این کفار و دیکتاتورهای تاجیک ها در تاجیکستان ها گفته ایستادند که حجاب پوشیدن این مال بیگانه است. یعنی چی؟ معنای سخنشان همین است که حجاب پوشیدن از ما تاجیکان نیست، این از عرب ها است، این از محمد و اصحابش است. محمد علیه السلام و اصحابش رضی الله عنهم اینها تاجیک نبودند، اینها عرب بودند. ما اینها را قبول نمیکنیم. معنای سخن این کفار همین است. معنای سخن این کفار همین است. این یک سخن ملیگرایی است. عاقبت ملتگرایی همین است. ملتگراها، مشرکین کفار غیر از در ملت خود بوده دیگر ملت را قبول ندارند. این مجوسیگری است. عیناً به مانند یهود است. یهودی ها رسول الله را یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. چگونه که فرزندهای خود را میشناختند رسول الله را میشناختند، ولیکن یهودی ها به رسول الله ایمان نآوردند. یهودی ها رسول الله را قبول نکردند. برای چی؟ به خاطر حسد. اما امروز این حکومت دیکتاتوری کفاری مشرکی مرتدی میداند که محمد رسول الله است. باز اینها میگد که بله ما ایمان آوردیم که محمد رسول الله است، اما از آورده های محمد
علیه السلام حجاب را قبول ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این خوبسا ملتگرا است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محمد علیه السلام این تاجیک نبود، این عرب بود. صحابگان تاجیک نبودند و عرب بودند بجز یک دو سه نفره. پس اینها اگر کفار نباشند، اینها اگر دشمن دین نباشند، اینها اگر دشمن الله و رسول نباشند و از نظر دنیوی اگر اینها دیکتاتور نباشند، پس کی است؟ کی است که میخیزد نه به دین انسان ها اجازه میدهد که دینداری بکنند و نه میخواهد که مردم دینداری بکند و آزاد باشد؟ نه آزادی دینی، نه آزادی لباس، نه آزادی اعتقاد، هیچ چیزی را اینها ندارند و با خود را دعوا میکنند که اینها یک حکومت دموکراتی باشند. حکومت دیکتاتوری و کفری و شرکی و مرتدی که به فقط لباس زن کار دارد، به لباس زن، به لباس زنی مسلمه. اینها میخوان که این زنهای پاک دامن مسلمه به مانند زنهای این خوبسای فاحشه، به مانند این زنهای فاحشه اینها باشد. نه والله، هرگز این چنین نمیشود. مسلمات پاک بودند، موحده ها پاک بودند و پاک میستند با این همه دشمنی شما، با این همه بدبینی شما. اما ببینید هر کسی اعتقاد بکند که محمد عرب بود و اصحابش عرب بود، دین محمد آورده برای عرب هاست، یا که از دین محمد آورده همه اش را قبول میکنیم، اما بعضی از چیزهای محمد آورده برای عرب ها بود، به مانند حجاب یا به مانند نمیدونم ریش یا به مانند چیزی دیگری. این کفار مشرکین است، این کافر شده و از دین و از ملت اسلام بیرون شده است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره قرآن میگه إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني ما تو ای محمد علیه السلام فرستادیم بشیر و نذیر، ولی ببینید ما تو را فرستادیم به همه انسان ها بشارت دهنده و بیم دهنده، ولیکن اکثر انسان ها نمیفهمند، نمیدانند. پس در این آیات الله سبحانه و تعالی چی گفته شده است؟ در این آیات الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح گفته شده است که رسول الله به همه مردم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به همه مردم است و کسی که به این آیات ها ایمان نآورد کافر است. سوره سبع آیت 28 رو نظر بکنید. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. و ما تو را نفرستادیم مگرم به همه انسان ها بشارت دهنده و بیم دهنده، ولیکن اکثر انسان ها نمیدانند. این دلالت میکند که رسول الله به همه مردم است، حکم رسول الله به همه مردم است و امر رسول الله به همه مردم است. این مردم خواه عرب باشد، خواه فارس باشد، خواه روس باشد، خواه انگلیس باشد، خواه نیمیز باشد، کسی نباشد. هر انسانی که در روی زمین زندگی میکند، از سیاه پوست و سفید پوست و کسی نباشد، به همه اینها این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. و اینچنین در حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال آمده است که رسول الله گفتند اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی و فیه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. رواه البخاری و مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که 5 چیز به من داده شد که به هیچ کسی از پیامبران داده نشده بود و یکی از این 5 چیز چی است؟ من ببینید گفتند همه پیامبرها خاص قوم خود مبعوث میشد، من به همه عامه انسان ها مبعوث شدم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری همه عالمیان هستند، دعوتگری همه عالمیان هستند. کسی بگوید، نقطه اول همین است، کسی بگوید که نه پیامبر عرب بود، صحابگانش عرب بود، حکمهای آورده پیامبر به همون عرب ها تعلق دارد، حجاب مال عرب هاست، پیامبر عرب بود، ما حجاب هم از مال عرب هاست، بگید کافر است، مشرک است. این زنهایی که امروز و این مردهایی که امروز خودشون را مسلمان میگویند و ضد حجاب حرکت کرده ایستادند، همه اینها کفار مشرکین.
همه اینها همشون کفار مشرکین. همه کسانی که ضد حجاب دارند حرکت کرده ایستادند و هر کسی که به همین راضی است، هر کسی که به همین ضدیت به حجاب راضی است، از دین الله بیرون است، از ملت اسلام بیرون است. این دین الله است، این حکم الله است. نقطه اول همین است که هر کسی بگوید که محمد صلی الله علیه و سلم عرب بود و این مسئله حجاب هم به عرب ها دخل دارد، به تاجیک ها دخل ندارد، لباس ملی ما دیگر است، لباس ملی عرب ها دیگر بود، سخنهای آورده رسول الله فقط خاصی عرب است، بگوید کافر است، مشرک است. نه فقط در این مسئله، در کدام مسئله اگر بگوید که رسول الله عرب بود و یک حکم آورده او فقط برای عرب ها، بگوید کافر است. نه، بلکه شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن برای همه انسانیت است، برای همه انسانیت است. این مسئله اول است. مسئله دوم، بارک الله فیکم، آیا حجاب آورده رسول الله هست؟ آیا حجاب حکم شریعت است؟ آیا حجاب را رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله آورده اند؟ بله، آیت های زیاده به این دلالت میکند. نظر بکنید به سوره نور آیت 31، نظر بکنید به سوره نور آیت 60، نظر بکنید به سوره احزاب آیت 59، نظر بکنید به سوره احزاب آیت 53. این آیت ها همش کلام الله هست. خود الله گفته از بالای عرش العظیم، از بالای 7 آسمان، الله سبحانه و تعالی این آیت ها را فرستاده تا که زنهای مسلمان حجاب پوشند، حجاب پوشند، سطر پوشند. این حکم الله هست. و کسی میگه که نه این از آورده رسول الله نیست، کافر است. و کسی میگه که نه این فقط عرب ها و تاجیک ها و دخل ندارد، باز کافر است. عمومی بودن رسول الله را، پیامبر همه عالمی بودن رسول الله را انکار کرده، کافر است. یا حکم آورده رسول الله را انکار کرده، کافر است. یا بد ببیند، انا همین حکم رسول الله آورده را بد ببیند، باز کافر است. من ابغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الله سبحانه وتعالى میگه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن الى آخر الآية. تا آخر آیت الله سبحانه و تعالی در این آیت آشکار واضح بیان کرد و گفت یا رسول الله و قل، بگو به مؤمنه ها و یعنی مؤمنه ها، زنهای مؤمنه، مسلمه، موحده، صادقه، بگو که چشمهای خود را چی کنند؟ نگه دارند، به هر کجا نظر نکنند و فرجهای خود را حفظ بکنند، به کارهای حرام نروند و زینتهای خود را ظاهر نکنند مگرم به کسایی که ظاهر کردنش جایز است. ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، و گریبانهای خود را، گردنهای خود را، روی و چهرههای خود را با خمار محکم بکنند، یعنی با حجاب محکم بکنند. نه فقط حجابی که مثل در تاجیکستان است که گردنهای خود، گوش و یک قسم از روی خود را محکم میکنند، بلکه تمام روی خود را بلکه محکم بکنند. این است حق، این است حجاب شرعی. بارک الله فیک. اکنون آیت دیگر که این هم دلالت به حجاب میکند این است که الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 60 میگوید والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیه اجازه داده است که اون کسان، زنهایی که پیر شدند، از حیض باز ماندند، از تولد باز ماندند، شهوت ها نابود شد، پیر شدند، برای اونها کمی در مسئله حجاب سبکگیری هست. این آیت دلالت میکند که کسانی که دخترهای جوان هستند، زنهایی که حیض میبینند، تولد کردنشون هست، شهوت دارند و غیره، حجاب برای اونها قطعی است، فرض است، ضروری است و این حکم الله است. این حکم الله است. هرگز یک ظالم، دیکتاتور، کافر، طاغوت حکمش مخالف حکم الله سبحانه و تعالی شده نمیتواند. و ما هرگز به غیر حکم الله، به غیر احکام الله، به حکم دیگر سمعنا و اطعنا نباید بگوییم. ای مسلمان ها،
هر کسی به حکم غیر الله، به امر غیر الله، به انمین حکم حلال و حرام، جایز و ناجایز غیر الله میگه که شنیدیم اطاعت کردیم، بله ما قبول کردیم، اینم مرتد و کافر است. احتیاط باشید ای مسلمان ها، احتیاط باشید. نگوید که امروز حجاب بندی من هست خیر ما هم راضی هستیم، بگوید کافر است، کافر هستید. راضی نشوید. راضی شدن به این چیزها، به این ضدیت ها به شریعت، راضی شدن به طاغوت است. ایمان آوردن به طاغوت است. ایمان آوردن به طاغوت است. طاغوت پرستی است. مؤمن شدن، ایمان آوردن به طاغوت است و کفر ورزیدن به الله است. انکار کردن حکم الله است. کفر ورزیدن به دین الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و این چه آدم لا اله الا الله ندارد، لا اله الا الله ندارد و مسلمان نیست. بارک الله فیکم. در آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید سوره احزاب آیه 59 که یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله اکبر. ببینید در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که ای آنهایی که ای رسول الله، ای محمد علیه الصلاة و السلام، به زنهایت بگو و به دخترها و به زنهای مؤمنه بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، جلباب خود را بپوشند، حجابهای خود را بپوشند، خود را ستر کنند، خود را بپوشانند. این برای اونها بهتر است، افضل است. ببینید این است امر الله. الله سبحانه و تعالی در اینجا امر کرده است که قل، یعنی بگو. و الله سبحانه و تعالی به زنهای بیگانه صحبت کردن را، آمیخته شدن را، به زنهای بیگانه آمیخته شده، در یک جا نشسته صحبت کرده، رو به رو گشتن، بیملال آمیخته بودن را حرام کرده. در سوره احزاب 53 الله سبحانه و تعالی میگوید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر شما زنهای را چیزی پرسیدنی شوید از پشت حجاب بپرسید. یعنی زن و مرد باید از همدیگر جدا باشد، زن باید حجاب داشته باشد. این است احترام زن و این است آداب زن. و این چنین حدیث ها در باب حجاب ده ها حدیث است. از صفیه بنت شیبه از عایشه رضی الله عنها مادرم روایت است که كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أذرهن نوع من الثياب فشققنا من قبل الحواشي فاختمرنا بها. رواه البخاری. در روایت امام بخاری آمده است که عایشه مادرم رضی الله عنها میگن وقتی که انا همین آیت وليضربن بخمورهن على جيوبهن نازل شد، زنهای پاک دامن مسلمه موحده یک متاعی را گرفتند، یک لباسی را گرفتند و درانیدند و وسیع کردند و به گردن و موی و روی خود پوشانیدند و خود را پوشانیدند. این است دین الله. این است دین الله که حجاب این فرض است. حجاب این فرض است. بارک الله فیکم. پس اگر حجاب با این یک چند آیت اثبات شد که فرض باشد، اگر حجاب در اساس امر رسول الله صلی الله علیه وسلم این چنین فرض باشد، این مسئله به متواتر و به اجماع ثابت شده باشد، آیا کسی حق دارد که مسلمان را از حجاب پوشیدن منع بکند؟ هیچ کسی حق ندارد. منع کننده بعد بیرنده حجاب حکمش کفر است، حکمش ضلالت است، حکمش بدبختی است. فراموش نکنید راضی شدن به همین طلبات البته اینم کفر است، از ملت اسلام بیرون برآمدن است. یکی از شکننده های اسلام همین است. من ابغض شیئا مما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم کفر. هر کسی بد بیند یک چیزی آورده رسول الله را از دین، یک چیزی که رسول الله به تو گفتند آوردن بد دیدی، کافر است. حجاب را امروز این حکومت به تمام افراد و لشکرش بد دیده شده است. همیش کفار و مشرکین است. اینها مسلمان نیست. برای اینها جنازه حرام است. اینها زن طلاق هستند. اینها همیش کفار و مشرکین هستند. اینها دشمنان اسلام هستند. اینها کفار هستند. و هر کسی که به همین طلبات ها راضی شود، به همین قانون راضی شود، بگوید که بله من راضی هستم، بله حجاب مال بیگانه هست، مال مسلمان های تاجیک نبوده است، بگوید اعوذ بالله، این چی است؟ این از دین برآمد. راضی شدن به کفر است. خیلی که قاضی عیاض و
ابن حزم و پیش از اینها البربهاری و ابن بطه اللالکایی علما نقل میکنند که من رضی بالکفر کفر، هر کسی که به یک کفر راضی شود کافر است. پس ای ملت مسلمان تاجیک احتیاط باشید، از دین خود حمایت کنید، دین خود را دوست دارید، به دین خود عمل کنید. از سبب همین علماء سو بود که به همین روز من و شما آمدیم و رسیدیم. علماء سو، علمایی که غیر از شکم خود دیگر هیچ چیز رو پروا ندارند. این علمایی که به نام علما غیر از مشهور شدن خود دیگر هیچ چیز رو پروا ندارند. همین علماء سو، علماء الطواغیت، اینها بودن که سبب شدن که امروز ما به همین مرحله آمدیم و رسیدیم. تا زمانی که شما ای مسلمان های تاجیکستان از همین علماء سو جدا نشدید، همین علماء سو را ترک نکردید، به مانند ما طالب علمان اهل سنت را پیروی نکردید و به مانند ما طالب علمان اهل سنت را طرفداری نکردید، هرگز از این ظلماتی، از این کفر، از این شرک ها، از این بالاتون طاغوت هایی که ظلم و بیدادی میکنن خلاصی روزی نیست. بله، از دنیا هم هیچ چیز ندارید، اکثریت شما از دنیا هم هیچ چیزی ندارید، اما از آخرت هم روز به روز هیچ چیزی از شما باقی نمانده شده است. همین است. تا زمانی که شما به ملت اینها، به کفر اینها، به ضلالت اینها داخل نشدید، اینها از شما راضی نمیشوند. برای همین به دینتون چنگ زنید، به لا اله الا الله چنگ زنید، به این دعوت مبارکه، دعوتی که یکتا پرستی که ما امروز شما را دعوت میکنیم که بیایید به لا اله الا الله محمد رسول الله چنگ زنید، امت واقعی محمد باشید، محمد علیه السلام را پیروی کنید، متابعت کنید. شما گفتید که من امتش هستم، شما گفتید که محمد رسول الله شهادت میدم، پس واقعی باشید، واقعی باشید. ای زنها، حجاب های خود را نکشید، نترسید. ای مردها، ریش های خود را نتراشید، نترسید. این حق شما است، این حق هر یک مسلمان است. بارک الله فیکم. اما بدانید و باور کنید و یقین بکنید که کسانی که این مال بیگانه هست میگن، اینها از دین اسلام بیرون هستند. پس من به همه شما برادران و خواهران میگویم که بیایید 10 روز آینده را روزهای بزرگداشت حجاب اسلامی قرار بدیم. برادران و خواهران مسلمانم، بیایید 10 روز آینده را 10 روز بزرگداشت از حجاب اسلامی قرار بدیم، از آزادی زن مسلمان مؤمنه و مسلمه موحده قرار بدیم، آزادی حجابش، آزادی عقیدهش، تنها بنده الله بودن این انسانها قرار بدیم. از همه شما برادران و خواهران مسلمانم خواهش میکنم که در مسئله حجاب صحبت بکنید، اما فقط این نه که حجاب این امر الله است، حجاب این بهترین عمل است، پاکدامنی است و تمام است. نه، مهمترین نقطه اینجا نیست، مهمترین نقطه بعد از این است. مهمترین نقطه این است که هر کسی که حجاب را مال بیگانه میگد حکمش چیست؟ هر کسی که حجاب را ریش را بد میبیند حکمش چیست؟ هر کسی که به همین حکم راضی است، همین چیز مال بیگانه گفتن بر راضی است، حکمش چیست؟ چرا شما بسیار طالب علم، بسیار دعوتگرها میگید که حجاب ماشاءالله از دین است، اما نمیگوید که کسانی که حجاب را حکم الله را انکار میکنن کافر هستند؟ چرا نمیگوید که شکننده اسلام است کسی که بد میبیند یکی از حکم الله سبحانه و تعالی؟ چرا از الله نترسیدید؟ از طاغوت ترسیدید؟ مگر این الله رب العالمین که به تو نفس داد، از تو نزدیکتر به خودت است، این اقرب الیکم من حبل الورید میگه، همین الله که زمین و آسمان را خلق کرد، روز قیامت روبروی او میایستی و حساب کتابت میکند. مگر این الله شایسته ترس نیست؟ مستحق ترس نیست؟ طاغوت مستحق ترس است. طاغوتی که هزارها کیلومتر شاید از تو دور باشد، اینقدر از او میترسی، اما از این الله رب العالمین خالق السماوات والارضین، الله رب الجنه، رب النار، رب یوم القیامه، این ربی که رزقت در دست او، نفست در دست او، حالا خواهد نفست تنگ میکند میگیرد، از این نترسیدی؟ از یک طاغوتی که از دستش هیچ چیزی نمیاد از او ترسیدی؟ به الله توکل بکن، دین الله رسون، حق بگو. تا زمانی که این علما و این طالب علم حق نگویند،
این علما و طالبین حقیقت شریعت نگن همین است. بیاید 10 روز آینده را 10 روز بزرگداشت حجاب قرار بدیم. مقاله ها را نویسید و صحبت های زیاد را در این باره هم خواهران و هم برادران بگویید و نقطه های مهم را اهمیت بدهید. نقطه های مهم را اهمیت بدهید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.